بزرگ فرموده اگر داری تو گوش حکمت شنو، بکن پنبه از گوش و حکمت شنو. خدا کند که نشود، ولی از روی اون تندنسی روشی که امروز داریم از احتمال دور نیست که در بهار امسال نشانه آن است که بود روزهای سخت‌تر در پیش است و مردم اذیتی زیاد خواهند کشید. نصیب مردن و زیستن ما بود، من نمیدونم چی از چی میشه، ولی برای شما هموطنان عزیز همین توصیه است، غمخوار خودتان باشید، کسی غم شما رو نمیخورد. امروز اکنون من برای هر یک شهروند تاجیکستان مراجعت میکنم که میانها رو محکم بندید، چون هنوز هم وقت است. السلام علیکم دوستان عزیزم. امروز اندک وقت افتادم و خواستم در یک موضوع بین‌نهایت مهم با شما در صحبت باشم. برای چی بین‌نهایت مهم گفتم؟ بدان خاطر است که نه همه مهمیت آن را امروز درک کرده ایستادند، بی‌پروایند، یا چنین می‌نماید که مردم اکثرا بی‌پروایند. شاید اون تشویش داشته باشند، ولی از بی‌عملیشان چنین خلاصه کردن ممکن است که پروایی ندارند. البته اگر کسی با شما یک زیان می‌آورد، حق خودتان را طلب کردن این هم فرض است و هم قرض. شما باید طلب کنید حق خودتان را، ولی در برابر این اکنون از تن شما باید من گپ نزنم. وقتی که شما جای دیدید که منفعت شما را کدام یک ساختار پایمال میکند، حق و حقوق شما از جانب کدام یک شهروند پایمال شده است، یا کدام یک خدمت رسانی بر جبر شما انجام شده، شما هم زبان دارید. در شبکه‌های اجتماعی معلوم می‌شود که صحفه دارید. شما هم انسان هستید، شهروند هستید، حقوق دارید و میتوانید از حقوق خودتان دفاع کنید. وقتی که مشکلی بر سرتان اومد، چرا بر سر دیگر کس میاندازید که باید از پرابلم و مشکلات شما دیگر کس بگوید؟ الان من یک تقصیران، یک شهروند خطاری به مثل شما که یک صفحه هم دارم، آن چیزی رو بیان میکنم که به خود من دخل کرده است، پرابلمی که به من، به اهل پیوندان من و جامعه دخل دارد. از پرابلم یک شهروند که با شما مثلا در دادگاه باید اون رو حل کنید، اگر دادگاه ناعدالتی کرد، شما باید خودتون مراجعت کنید. بعدا ما اگر هم دردی کنیم، هم رأی کنیم، ما میتوانیم مثلا اون رو بازنشر کنیم تا به دیگران هم برسد. ولی با اون چیزی که شما پافشاری میکنید که حتما در صفحه درباره ما بگو، و خودتون زبان دارید، خودتون دفتر دارید، خودتون صفحه دارید. خداوند حال یگان بنده را بهینه میکند تا اون که او خودش را دیگرگون نسازد. در قرآن کریم خداوند همین را برملا بر ما و شما فهمانیده است. چرا در حالی که میبیند که خوف و خطر در پیش است خود را از او دور نمیکند؟ طبیعی است که بعضا ما و شما با تقدیر داده خداوند تکیه میکنیم و میگویم که تنی من و تقدیر حق، ولی بعضی چیزهایی است که ما و شما میتوانیم اون رو با یک اندک زحمت کوشش کردن اصلاح کنیم، رفعش کنیم. مثلا اون موضوع مهمی که من قید کردنیم این بالاروی نرخ مواد اولیه غذایی است. سال گذشته همین شب و روز بود من با مسئولین توصیه داده بودم که برای بلند نشدن نرخ محصولات نیاز اول در جمهوری باید اقدام‌های ورزند، ولی متاسفانه کاری نکردند و تا به این حال رسید، یا نتوانستند یا نخواستند یا نموندند، نمیدونم چی بود، ولی من نتیجهش رو ندیدم. امروز اکنون من برای هر یک شهروند تاجیکستان مراجعت میکنم که خودتون باید اکنون تیاری ببینید به بهار سال آینده، چون از احتمال دور نیست که نرخ‌ها باز هم بالاتر روند. بدین خاطر از امروز میانها رو محکم بندید، چون هنوز هم وقت است. من سال گذشته هم گفته بودم که احتمال بلند شدن نرخ مواد غذایی از آخر ماه فوریه تا اول ماه ایون است، زیرا همین وقت رو در بین مردم تاجیک دهقانان وقتی خنوکی و تنوکی میگویند، وقتی خالی شدن خزینه بابای دهقان است. خیروارش کلوارش که خالی شد، دهقان هم به بازار برای خرید کردن میبراید و به بازار که برآمد الکی نرخ بالا میجهد. طلبات که زیاد شد، نرخ طبیعی است که یک قانون بازار است به بالا میرود. برای همین خریدهای بی‌معنی را بس کنید، سفرهای دور و دراز هم تو تماشا برآمدن را بس کنید. هر روز یک رنگ لباس، پایپوش، پای افزال یا چیزی دیگر خریدن را بس کنید. تیاری ببینید که نرخ مواد غذایی از احتمال، من میگم دور نیست، خدا کند که نشود، ولی از روی اون تندنسی روشی که امروز داریم از احتمال دور نیست که در بهار امسال باز هم نرخ‌ها یک برابر دیگر ممکن یا چند فایز باز بالاتر میروند و مردم اذیتی زیاد خواهند کشید.
بزرگ فرموده اگر داری تو گوش حکمت شنو بکن پنبه از گوش و حکمت شنو. این یک فلسفه حیات امروزه ما است که نرخ‌ها روز به روز ساعت به ساعت بالا رفتن ها دارند و اگر نه چرا موسمش است گفتم روغن به پایان نمیآید نرخش. چرا یک کیلوگرم کنجوره که چند پیش با 5 سومون و 30 درم در زوادهای روغن براری فروخته میشد فقط چند درم فرامد؟ 50 درم. امروز نرخ یک کیلوگرم کنجوره 4 سومون و 80 درم یا 4 سومون و 70 درم، 4 سومون و 80 درم است. در عین با گفتی مردم سیزونی گوناوری پخته، جمع پخته و به دست آوردن چیگیت نرخ روغن و نرخ کنجوره به پایان نمی رود. اینم نشانه آن است که باز روزهای سختری در پیش است. یعنی باز نرخ روغن و کنجوره می تواند بالاتر شود. از این بر می آید که همین نرخی که امروز داریم برای گندم غنیمت است. کسی که می تواند از امروز ذخیره کند. مبادا بعد اکنون من زنده ام یا مرده این را توکل بر خدا، ولی سال گذشته وقتی که من با یک لایحه نوشته به مقامات پیشنهاد کرده بودم کسی با اون توجه نکرد. اول شخص ظاهر کردم خوب ولی نتیجهش رو من ندیدم. امروز اگر نصیب مردن و زیستن ما بود من نمیدونم چی است چی میشه، ولی برای شما هموطنان عزیز همین توصیه است، کوشش کنید یک اندکی برای عائله خویش زمینه تیار کنید به بهار سال آینده. تا صحبت‌های دیگر در پناه خداوند باشید. فراموش نکنید بزرگان ما همین یک مقاله را بیهوده نگفتند. کل یوم بدتر. کل یوم یعنی هر یک روزی که می آید بدتر می شود. بدین خاطر میانها را مستحکم ببندید و آماده باشید. تا صحبت‌های دیگر در پناه خدا باشید.